شمارش معکوس برای شلیک موشک رستاخیز آغاز شد. ایران نماینده شلیک مرگبارترین موشک به اسرائیل است. ویژگی‌های مرگبار رستاخیز: این موشک 14 متر طول دارد و به کلاهک دوگانه مجهز است که توان اجرای انفجار هسته‌ای تاکتیکی و همچنین ایجاد امواج الکترومغناطیسی EMP رو دارد. این امواج می‌تواند به سرعت زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌ها، شبکه‌های مخابراتی، مراکز فرماندهی و سامانه‌های دفاعی را فلج کند. قدرت تقریباً به حدی است که قادر است یک منطقه 80 کیلومتر مربعی را به طور کامل پاکسازی کند. همین ویژگی باعث شده کارشناسان به آن لقب پاک‌کن بدهند، چرا که بعد از اصابت منطقه هدف عملاً از نقشه عملیاتی دشمن حذف خواهد شد. هشدار مستقیم رئیس سیاه به نتانیاهو: جان راتکلیف رئیس سازمان سیاه در گفتگوی محرمانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صراحت هشدار داده که هر گونه حمله به ایران در شرایط کنونی مانند خودکشی خواهد بود. او تاکید کرده که ایران امروز در بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارد و بیش از 900 موشک رو برای شلیک آماده کرده است.